شرکت تولیدی ساحل اتحاد در سال 1376 در زمینی به وسعت 20,000 متر مربع در شمال غربی ایران شهرک صنعتی شماره 1 ارومیه شروع به کار کرد. در این برنامه محصول ابتکاری این شرکت در زمینه صنعت ساختمان را به شما معرفی خواهیم نمود. قالب سقفی سمکو محصولی نوین، اقتصادی و استاندارد که بر اساس نیاز فعالان صنعت ساختمان و بهره‌گیری از حقوق ایرانی برای اولین بار در ایران تولید گردیده است. قالب سمکو با پیشرفته ترین ماشین‌آلات اروپایی و نوع خاصی از پلی‌اتیلن با کیفیت بالا در شرکت ساحل اتحاد تولید شده که محصولی با دوام و مقاوم در برابر فشار، ضربه، سرما و گرما، ضد زنگ و سبک می باشد. این قالب در ابعاد مختلف طراحی گردیده تا نیاز مصرف کنندگان در انواع مختلف سقف با طول، عرض و ارتفاع گوناگون را تامین نماید. شما دیگر نگران خطرات ناشی از زلزله و آتش‌سوزی نخواهید بود. قالب سمکو علاوه بر کاهش وزن سقف و به تبع آن کاهش مصرف فلزات و مصالح ساختمانی در مقایسه با بلوک‌های پلاستوفون معمولی که به هنگام آتش‌سوزی دود خفه کننده ایجاد کرده و به صورت مذاب از سقف می‌ریزند، خطری برای ساکنین ایجاد نمی‌کند. اینک تا دیر نشده باید از رخ داده چنین حوادثی پیشگیری نماییم. قالب سمکو پس از عملیات شمع‌گذاری یا الوارگذاری مماس بر سطح جانبی تیچه ها قرار داده می شود. فرد اجرا کننده سقف باید از استقرار کامل قالب در محل مناسب اطمینان حاصل نماید. پس از آن عملیات بتون ریزی انجام می شود و قالب ها پس از خشک شدن بتون به وسیله دستگیری های تعبیه شده از زیر سقف خارج گردیده، تمیز شده و آماده استفاده مجدد در سایر طبقات می‌گردند. لازم به ذکر است جهت افزایش دوام سطح قالب‌ها و تسهیل در خروج قالب از سقف می‌توان از روغن قالب و یا مشمع نازک استفاده نمود. همکنون سقف‌های مختلفی در شهرهای گوناگون ایران با قالب سمکو ساخته شده و یا در حال اجرا می‌باشند. جهت دریافت مشاوره و انتخاب محصول مناسب همینک با ما تماس بگیرید.